خب دوستان، بریم سراغ اصل مطلب. اولا من همه اینا رو پاک کنم. خواهیم یه شروع جدیدی داشته باشیم. خب گفته که سن افراد از چه جنسیه؟ آیا فلوت، دابل، کاراکتر، استرینگ؟ خب خیلی هم جالبه که همه جا با اشتباه رو گذروندم. سن افراد یه عدد صحیحه. خب مثلا کسی نمیگه من 18 سال و نیممه. خب مسخره است. 18 سالمه دیگه. حالا 2 روز دیگه هم تولدت باشه با حال میگی 18 سالمه دیگه. نمیگه 18 ممیز 99 صدم که. پس سن یه عدد صحیحه. مثلا میذارم 20. اینتیجر باشه. اسم چیه؟ کاراکتر که نیست. اسم شما A و B و C که نیست. پس استرینگ یه رشته. میذارم نیم، میذارم آرش. حتما هم حواستون باشه این دابل کوتیشن لازمه. خب بعدش قد. خب قد افراد رو معمولا دقیق میگن. مثلا میگن 180 2 معمولا مهمه. خب حالا نمیدونم تو چیزا پزشکی مهمه کجا مهمه، ولی مثلا برای بی ام آی چیزی محاسباتی لازمه. پس میگم چی؟ مثلا میگم دابل. فلوت هم میتونستم بزنم ولی خب دابل دقتش بیشتره. دابل گفتم بزنم. دابل هایت مساویه چقدر؟ مثلا نمیدونم 184 و 67 مثلا. بعد وضعیت تحول. خب وضعیت تحول ما به انواع و اقسامش کار نداریم دیگه. من فقط منظورم اینه که یا طرف ازدواج کرده یا نکرده. حالا نام زدن و دوستان اینا کار نداره. میگه یا ازدواج کرده یا نکرده دیگه. خب یه چیز کاملا صفر و یکی. حالا نه تازه آشنا شدن این چیزا نداریم. خب میخوایم ببینیم که طرف یا متأهله یا نیست، یا متأهل یا مجرد. پس چی باید بذاریم؟ باید بولی هم بذاریم. میگیم بول مثلا مریتال استاتوسش، وضعیت تأهلش مثلا فالس مثلا، یا تورو یا فالس. خب هم فالس میتونم بذارم هم تورو. خب هر جو خودتون دوست داریم. فلس نه فالس. خب این از این دیگه. چی؟ یه سمبل هم طرف برای خودش داره. حالا اینجا پرانتزو باید میبستم. مثلا سمبل طرف چیه؟ اور سیمبل مساویه چی؟ مثلا اد ساین مثلا. حالا اد ساین نه مثلا نمیدونم این میتونه باشه درصد مثلا باشه. این از برنامه باید. اصلا خیلی چیز ساده. صرفا یه سری چیز ذخیره کردیم. خب اجراش هم بکنین با این مثلثه، نه با اینا. با این دیباگر داستان داره نیازش نداریم. با این که بزنیم اتفاق خیلی خاصی نمیافته، هم تو تموم میشه. این حالا اگزیت کدش صرفا میگه که برنامه اجرا شد. پس چیزی نشد این وسط، صرفا یه سری چیز ذخیره شد. حالا یه نکته من در مورد کاراکتر بگم. گفتیم که کامپیوتر فقط 0 و 1. اوکی برای چیزای عددی منطقیه. اما خب مثلا A و B و C چجوری ذخیره میشه؟ آیا این برقا که وارد لپتاپ میشه A و B و C هم تو میکشه با این برقا مثلا؟ در واقع A و B و C هم همین کاراکترم در واقع عددن. اما این عدد چیزیه که صرفا ما حرف تفسیرش میکنیم. خب و سیستمای تفسیر مختلفی داریم. مثلا یه سیستم تفسیر ممکنه که بگه عدد 67 یعنی A. خب عدد 56 یعنی B. خب این تفاسیر مختلفه. حالا یکی از سیستمای معروف که اسکیه، فکر کنم Aش هم امریکن باشه یا هم چیز، فقط میدونم یه ربطی با آمریکا انگار داشت. این سیستم اسکیه. خب هم تو سرچ بکنین. بعد این عکس سایت گیکس فورگیس خیلی عکس خوبیه. اینو بیارینش. مثلا عدد A بزرگ، میگم عدد حرف A بزرگ، و این دقت هم بکنین A بزرگ و کوچیک فرق داره. حالا درسته ما آدمیم مثلا میدونیم اینا جفتش یه چیزه. کامپیوتر که قرارداد ما رو کار نداره که. برای کامپیوتر دو تا چیز مختلفه. مثلا نمیدونه کوچیک بزرگتره همه. حرف A این هگزار هم کار نداشته باشین، قرمزا دسیمال ها رو ببینین. حرف A عدد 65 تو کامپیوتر که تو حافظه ذخیره میشه یعنی A بزرگ. بعد عدد 97 یعنی A کوچیک، یعنی کاملا عدده. خب
حالا اصلا شما انشالله بعدا بریم سراغ چیزا پیشرفته تر برنامه نویسی، بازی سازی، همش عدده، بازی سازی، وبسایت، نمیدونم برنامه، همش عدده ازدم. این ای و بی و سی و اینا مثلا حرف نیست، عدده. خب الان ای مثلا زده 69، اف زده 70، جی زده 70، همش عدده. حتی اسپیس، این خیلی باحاله. اسپیس هم که شما میزنی کامپیوتر با کد اسکی 32 در واقع ذخیرش کرده. یه کد اسکی 32 این وسط هست که یعنی خالی باشه اسپیس. ولی حتی اسپیس هم بالاخره یه جایی باید ذخیره بشه که بدونیم اسپیس دیگه خالی که نیست. حافظه کامپیوتر توش اسپیس که ذخیره میشه یعنی اینجا رو خالی بذار. خیلی اسپیس چیز جالبیه و راستی اینجا توی اسلایدام گذاشتمش، اصلا نیاز نبود سرچ کنم. آره و خیلی باحال. حتی خود اعدادم کد اسکی دارم، مثلا 48 یعنی 0. حالا این 0 و 0 عددی نیست، صفریه که توی رشته و کلمات هست. مثلا شما بنویسی آرش بعد ادامهش بنویسی 97 اینو به صورت عدد مثلا صحیح نمیبینتش، به عنوان یه کاراکتر میبینتش. خب حالا علتش چیه؟ اگه بخواد به صورت عدد ببینتش با بره یه جا خاصی از حافظه بگیره و مثلا بهش قابلیت محاسبات عددی روش بده اینا، ولی صرفا تو رشته که بذاریش خب یه کاراکتره فقط و حجم کمتری هم اتفاقا میگیره. پس این از این دوستان. خب که کاراکتر و رشتم، حالا رشتم که چند تا کاراکتر پشت سر هم، مثلا آرش الان چجوری تو حافظه ذخیره میشه؟ یه خونه حافظه A میره، یه خونه R میره، یه خونه A دوباره. حالا این یه کوچیک با اون یکی مثلا فرق داره، همینه. چند تا عدد انگار پشت سر همه حالا که رشته است و چیزی به جز عدد نیست. حالا بریم سراغ ثابت ها دوستان. ما در مورد متغیرها صحبت کردیم، بریم سراغ ثابت ها. خب متغیر گفتیم خوبیش اینه که تغییر میکنه دیگه، مثلا ویژگی مثبتش همین بود. اما بعضی وقتا نمیخوایم یه چیزی تغییر کنه دوستان. مثلا عدد پی که نمیدونم زمان یونان باستان بوده انگار دیگه یا کی بوده، چند هزار سال، نمیدونم بگم چند هزار سال درست باشه یا نه، دقیق یادم نیست. منتها مدت خیلی زیادیه که ثابته. مثلا امروز 3 و 14 نیست، فردا بشه 3 و 15 مثلا، هم تا ابد ثابته. و تو کدمون هم که ما این پی رو میذاریم 3 و 14 مثلا، یعنی چی؟ یعنی من بذارم اینجا دابل پی مساویه 3 و 14، مثلا نباید بتونم چند خط بعد بذارمش 3 و 15. این خیلی بده دوستان و تا ابد باید 3 و 14 بمونه. برای همین یک کلمه کلیدی ما داریم تو سی پلاس پلاس و سی هم هست البته اولش تو سی پلاس پلاس اومد، بعدش به سی اضافه کردن، به اسم کانست. کانست مخفف کانستنته. کانستنت یعنی ثابت. اینجا میبینی که اگه سعی کنم عوضش کنم ارور میده، میگه مادیفایبل نیست، قابل تغییر نیست. حالا ال ولیو یه چیز پیشرفته ای اصلا تو این دوره کار نداریم، ال ولیو و آر ولیو چیه، منتها میگه این مادیفایبل نیست، قابل تغییر نیست، نمیتونی عوضش کنی. دقیقاً کاری که ما میخوایم، یعنی ارور خوبیه. اگه این ارور رو نداد، قبلش که نمیداد بد بود. خب یعنی یا مثل حس درد تو بدن دیگه، آدم اگه مثلا دستش درد کنه میفهمه این مشکلی هست دیگه، این هم مثل همینه، ارور خوبیه، مثلا باید ارور بده. خب پس این کانست باعث میشه که نتونی این 3 و 14 رو بذاری 3 و 15. خب حالا در مورد ثابت ها خیلی دیگه نه اینجا صحبتی داریم نه در طول دوره خیلی حالا کار خاصی باشون داریم. منتها یه کد خوب کدیه که این ثابت ها رو قشنگ مشخص کنه. یعنی یه چیزایی که شما میخواین عوض نشه کانست ها حتما بذارین. میتونیم نذارین، بگین خب آقا حواسم هست عوضش نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی این کانست ها من بذارم، یعنی نذارمش، هیچ وقتم پی رو عوض نکنم، هیچ طوری نیست. ولی خب اون کارت کد بهتری، اصطلاحاً میگن گود پرکتیس دیگه، همون ترجمه‌ای که کم گفتم مستحبه هم. حالا بریم سراغ کامنت ها دوستان. اول از همه یه اصلی رو ما بگیم، اصل سلف اکسپلینتوری بودن، یعنی خودش رو توضیح بده یه چیزی. کد خوب خودش شفافه، خودش روشنه،
خیلی توضیحات بیشتری نیاز نداره. منتها مثلا شما یه الگوریتم پیچیده‌ای که توی پروژه بزرگی می‌نویسی، خب 2 روز بعد یادت میره خودت هم دیگه، چه برسه اون بنده خدایی که کد شما رو میخونه. برای همین در واقع کامنت گذاشتن چیز خوبیه. خب و توضیحات بیشتر رو خب باید بدیم، مثلا ندیم دیگه اینجا بده. خب حالا همیشه توضیح ندادن هم خوب نیست، کد خوب و عالی بنویسیم، هر خب دیگه توضیح هم لازم بدیم. کامنت چیزیه که در حین کامپایل، حالا کامپایل همینه که کد شما در واقع اجرا میشه این داستانا. خب مثلا بحثا پیچیده ای اتفاق میفته توش، اونا رو کار نداریم. منظورم از کامپایل همین کامپایل و اجرا. خب کامنت ها در حین کامپایل حذف میشن. اصلا کامنت یه چیزیه که اجرا نمیشه، همونطور که گفتم توضیحه. شما میخوای صرفا توضیح بدی به اونی که کدتون میخونه، یعنی اونی که برنامه شما رو نتیجه نهاییشو میبینه اصلا متوجه نمیشه کجا کامنت گذاشتی، صرفا برای کس توسعه دهنده است. خب مثلا داری یه بازی درست میکنی و بازی نهایی که کسی بازی میکنه کامنت ها شما رو اصلا نمیبینه، حذف شده. خب و حالا من یه نکته اینجا گفته بودم، البته همین گفته بودم متغیرات ساده ای دیگه ای هم داریم. آره اینو که گفتم میشه. حالا کامنت ها رو ما بپردازیم. ببخشین. کامنت ها 2 دستن. یه سریاشون کامنت های تک خطی هن که با 2 تا اسلش مشخص میشه. مثلا میگم this is a variable. این یه کامنت تک خطیه. مگه اینجا بگم هلو دیگه کامنت نیست، میگه بابا این مثلا هلو چیه که نوشتی، بعد دوباره از اینا بذارم بگم هلو که گیر نده. کامنت هم شما هرچی دلتون بخواد می نویسین ها، مثل کد معمولی نیست هی گیر بده این چیه اون چیه اون اشتباه نوشتی. کامنت اصلا بذار من هرچی دلم میخواد اینجا بنویسم، حالا مثلا محدودیتی نداره. این کامنت تک خطیه. معمولا هم بین خطوط کد کامنت تک خطی میذارن. یه مدل کامنت دیگه داریم، مالتیپل لاین کامنت، کامنت چند خطی. به چه صورته؟ میای میگی چی؟ میگی که اسلش این مدلی و مثلا میگی که hello I am آرش. همونطور که میبینی من 4 خط کامنت گذاشتم، اول هر کدوم هی از اینا نذاشتم. چرا؟ چون گفتم آقا از اینجا تا اینجا کامنته، حالا مثلا اینو اگه من نذارم گیر میده. چی میگه؟ میگه که آقا کامنت آن کلوزده، نبستیش، کلوزش نکردی، بعد بیای چی؟ اینجوری کلوزش کن و بشه 4 خط کامنت. این از این دوستان کامنت چند خطی. و گفتم کامنت لاست ریزورته، آخرین سنگر، یعنی خود کد باید خوب و واضح باشه، نباید کامنت یه وسیله کمکی بشه معتادش بشیم که کد و قشنگ ننویسیم با کامنت جبرانش کنیم. کامنت دیگه در بدترین حالت که نیاز بود باید بذاریم. خود کد باید تمیز و مشخص و عالی و اسمگذاری ها خوب و اینا داشته باشیم. حالا یه برنامه‌ای نوشتیم که یه سری اطلاعات رو ذخیره میکرد. قبل از کدتون یه کامنت چند خطی بنویسین، کلیات رو بگین، بین خطوط هم چند تا کامنت توضیحی بزن. خب دوستان من کنترل زد بگیرم بریم عقب، همونطور نگه داشتم که خب دوباره برگردیم به همین. قبل از این کد من دلم میخواد چیکار کنم، در واقع بذارم بگم که this is a نه this is a میگم this is your information، مثلا validate them، ببین درسته یا نه. 2 خطه بزنید 3 خطش کنم که چند خطی واقعا باشه، چون دورم نمیگن چند، بیشتر از 2 بهش میگن چند. نمیدونم گود بای، همچی کامنت هایی که آدم هرگز تو کدش نمیذاره، مسخره بازی. ولی حالا بعدم که زیر هر کدوم از این خطوط شما مثلا میتونید بگین که this is your age، بعدم کپیش کنین زیر هر کدوم.
حالا این چون چیز ساده ایه اصلا خیلی نیازم نداره کامنت ها. خب حالا صرفا برای اینکه ساده باشه مثال همینطوریه. والا که این متغیرها معلومه چی هن. این قشنگ نیم مشخصه که this is your name. خب اگه من میمدم همچه اسمی روش میذاشتم دیگه معلومه نیم last name چیه این آقا. پس کد ببین وقتی کدو خوب بنویسین بزنین استرینگ نیم مثلا دیگه کامنت هم نیاز نداره. حالا این صرفا تمرینیه. این الان اسم همه چی مشخصه. یه عده مندم برای شروع مثلا ABC میذارن. من از همون اولم حالا یه ذره وسواسم داشتم روی این، ولی به نظرم اسم متغیر رو خوب و واضح باشه خیلی آدم حس بهتری داره. اینم که میگم this is your marital status حالا به قول خارجی ها status this is your symbol. همین برای هر خطی کامنت گذاشتیم و تمرین کردیم. حالا بریم با محیط کنسول آشنا شیم. وقتی من میگم کنسول احتمالا یاد PS4 و PS5 و Xbox و اینا آدم بیفته. منتها کنسول منظور اینجا چیه؟ این صفحه سیاه رنگ، حالا من یه ذره رنگش رو عوض کردم. این صفحه خیلی ساده ایه که باش کار میکنیم، کدمون توش اجرا میشه. برای اول کار که صرفا داریم مبانی و هسته و مغز برنامه نویسی رو یاد میگیریم تو کنسول کار میکنیم، کاری گرافیکی نمی کنیم، صرفا همینه. مثل این برنامه ویندو نداره و این گزینه ها مختلف و اینا. خب اما این باعث دل سردی شما نشه. ببینید برنامه نویسی که میخواین یاد بگیرین اولش همینه. اولش باید منطق و مغز کار رو یاد بگیریم بنویسیم. تو پروژه های واقعی هم اولش من تو محیط کنسول کار میکنن. مثلا من بازی شطرنج دارم مینویسم، اون انجینشو که هوش مصنوعی چجوری کار کنه تو کنسول تست میکنم. مثلا صفحه شطرنج و اینا رو هنوز طراحی نکردم، اونجا دارم کار میکنم فعلا. ببخشید. و در واقع اصلا گرافیک نداره هنوز. چرا؟ چون اولش باید تو کنسول کار کنیم. گرافیک یه بخش جداگونه ایه که بعدن تو دوره پیشرفته یاد میگیرین. خب حالا اگه گذاشتیم پس این نقطه شروع شماست. هیچ وقت با گرافیکی و شما شروع نمی کنین و به نظرم کار اصولی هم اصلا نیست. پس اینو بدون بعد از کنسول میریم سراغ گرافیک. ولی خب حالا بعد رو کنسول کار کنیم. حالا کنسول خیلی چیز ساده ایه. بر مبنای چیه؟ بر مبنای I/O مخففه اینپوت و اوتپوت هست، ورودی و خروجی. حالا این بحث ورودی و خروجیمون چیه؟ شما یه سری چیز رو ممکنه به کاربر نشون بدی یا یه سری ورودی از کاربر بگیری. خب خیلی ساده است. حالا اولش میخوایم نحوه نمایش رو نشون بدیم، یعنی فعلا یه سری چیزی اوتپوت کنیم. از این I/O میریم سراغ حرف دومش و جلسه سوم سراغ حرف اولش میریم، یعنی بحث اینپوت. من از شاش در بیارم. آره پس اولش سراغ اوتپوت میخوایم بریم. حالا اولا که حواستون باشه این وکتور رو کار نداشته باشین. حالا اینجا گذاشتم این آی او استریم باشه حتما اینجا این بالا که به طور پیش فرض هست با این یوزینگ نیم اسپیس استیدی. شما میگی چی؟ میگی که سی اوت با این علامت هلو و بعدم میخوای یه اینتر بزنی اند لاین میذاری آخرش. این هم تو این متن رو چاپ میکنه. حالا کاشین قبلیه رو بسته بودن، نه رو همون باز شد. این تو میگه هلو. این چند خط آخرم کار نداشته باشه، این هم مربوط به اگزیتشه، اینا جزء برنامه ما نیست. گفت هلو. این همون اوتپوته، صرفا چیز برای شما اوتپوت کرد. و حالا اینکه سی اوت چیه؟ چرا بعدش اینو میذاریم؟ بهش میگن اکسترکشن اپراتور، عملگر استخراج. این اصلا جزء چیزا پیش رفته است. خب و تو مبانی اصلا به دردمون هم نمیخوره بدونیم چیه. صرفا بدونین که خب آقا سی اوت رو من بزنم با این علائم میتونم یه متن رو چاپ کنم یه رشته رو که بین دابل کوتیشنه و بعدم میتونم اینترم بزنم با این اند لاین.
خب و همین توضیحاتیه که گفتم. فقط یه نکته مهم اینه که من یه باره میتونم اینو بنویسم یه رشته ای، یا اینکه بگم چی، مثلا یه اینت ایجی تعریف کنم مساوی 20، بعد اون ایج رو نمایش بدم، متغیر رو نمایش بدم. خب مثلا بگم چی، hello world 20. حالا اگه اینو بعدم بزنم 22 22 رو به من نمایش میده. خب بستگی به مقدار متغیر داره. حالا ادامه برنامه اول و دوم که برنامه اول یه سری داده تعریف کردیم، برنامه دوم کامنت گذاشتیم. اینا رو هم خیلی اسمانی شد، اینها رو هم اضافه کنیم، اطلاعات فرد رو چاپ کنین و یه اینتر هم بزنین، یعنی اند لاین بذارین. خب ببینم تکلیفم داریم. خب نه انجام بدید. حالا بریم سراغ همین کار. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. من یه کنترل زد بزنم. خب چند تا کنترل وای هم میزنم. نه کنترل وای چیکار میکنی؟ خب این یه تیکه رو دیگه حذف شد، بعد دوباره بذارم سیم. خب میگم چی؟ میگم سی اوت your چی your age، بعد ایج رو چاپ میکنم. حواستون به اسپیس هم باشه، اسپیس هم باید بذارید. بعدم اند لاین میذارم. خب یه کپی از این میگیرم، چند بار مینویسم. حالا بعد ایج نیم رو داریم، میگم your name، نیم طرف رو میزنم. این پس اولش ایجش رو گفتیم، بعدم نیمش. حالا بعدیش علت این که کپی پیست کردم که میبینین خیلی سریع میتونم جایگزین کنم. این صرفا یه متنیه که نشون میده که بگه این عدده که میخوام در ادامه بگم چیه، این ولی خود متغیره. بعد میگم که your marital status، اون این خارجی ها. بعدم که سیمبل کنم به تعداد کافی کپی کردم، اصلا تعدادشو در نظر نداشتم حقیقتا. خب your age 20، your name آرش، your height چی، your marital status. خب علت این که میگه صفر اینه که در واقع true و false توی C++ به صورت 0 و 1 ذخیره میشه. false به صورت 0 و true به صورت 1. برای همین وقتی نمایشش میدین 0 و 1. حالا یه روشی هم داره که true و false بشه با کتابخونه IO manipulation، ولی کاری باش نداریم. ولی خب به صورت عادی که چاپ کنین 0 و 1، 0 همون false، 1 همون true و سمبل هم که نشون داد. حالا یه تکلیفی داریم، تکلیفا رو من انجام نمیدم چون که خب اون مغز و منطقه شد در واقع در طول دوره انجام دادیم. خب و اونم این که به مرتب ترین شکلی که دوست دارین یه سری اطلاعات فردی رو نشون بدین، نام خانوادگی، سن، ایمیل هم که خب به صورت استرینگه مثل نام خانوادگی. مثلا به مرتب ترین شکل یه ایده‌ای که میشه زد اینه که قبلش بگین چی؟ بگین مثلا یه عالمه از این ستاره ها، بعدم اند لاین، آخرش هم دوباره از همینا بزنیم. حالا ببینین چی میشه. مثلا قبل و بعدش ستاره اومد، حالا یه ذره شکیل تر شد. بعد بیشتر سلیقه‌ایه دیگه این قسمت. و اینا انجامش بدید که بریم سراغ جلسه سوم و امیدوارم که براتون مفید و جالب بوده باشه.